سلام، امروز اومدیم با تست نوشابه ورزشی ایزوتونیک. چه اسم سختی، ایزوتونیک. چند میوه است و روش نوشته هاسکی. قبل از اینکه تستش کنیم لایک ویدیو رو بزن. رنگش هم که اینجوریه، بریم با هم تستش رو داشته باشیم. برای من بوی شکوفه و اینجور چیزا میاد، حالا نمیدونم طعمش چجوریه. بریم که یه مقدار بریزیم داخل لیوان تستش کنیم ببینیم طعمش چجوریه. امیدوارم این بوی شکوفه توی نوشیدنیش هم بیاد. اصلا نمیدونم طعم چیو میده، نمیتونم اینو تجزیه تحلیل کنم چه میوه‌ایه. یه عطری میده که اگه خیلی بری تهش شاید بوی زباله بده. شیرینی، ترشی، یه مقدار تلخی، نمیدونم اصلا چیه، نمیدونم. آب زباله است انگار. اصلا پیشنهاد نمیکنم.